سلام بچه ها، چطورین؟ اسمم آرش. خوش اومدید به سری ویدیوهای پایتون آرش. امروز قرار یاد بگیریم چطوری از کاربر ورودی بگیریم. خب بچه تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، امیدوارم ویدیو براتون سودمند باشه. خب بریم که شروع کنیم. خب بچه اینه که من میگم و بازم میگم، یعنی مطلب اینه که تو دفتر همه جلسات رو بنویسید. الان جلسه سوم، خواهش هر چیزی که میگم بنویسید. آقا امروز قراره یاد بگیریم انگلیسی. امروز قراره یاد بگیریم چطور از کاربر ورودی بگیریم. خب اینو هشتگ بذاریم. خب برای گرفتن ورودی از کاربر از دستور اینپوت بچه کار میکنیم. اینپوت نحوه نوشتنش هم اینه. از اینپوت استفاده میکنیم. خب این تو بشه. مثال خب بچه آقا ما میگیم نیممون نیممون مساویه با اینپوت دابل کوتیشن برای چیزی که میخوایم بنویسیم مربوط به دستور کلاس یا تابع نیست، همیشه دابل کوتیشن باید بذاریم. میتونیم ازش بپرسیم اسم تو چیه، بعد وقتی ران میکنیم تو این قسمت براتون میاد که شما باید مثلا اسمتون رو بنویسید. مثلا اینجا من مثلا میذارم فامیلتون رو بنویسید. خب بچه اسمتون چیه رو ما به انگلیسی می‌نویسیم what is your name. خب بچه ما یه دونه خط فاصله می‌ذاریم که مثلا اونجا بنویسیم اون جذاب تر بشه. خب حالا چیکار می‌کنیم؟ پرینت بچه اینجا ما وقتی که ران میکنیم برام میاد what is your name، همینی که من در این قسمت نوشتم. خب بچه اینجا ما خیلی صادقانه میگیم جواب میدیم دیگه. اسم من آرش. میتونیم آرش خالی بنویسیم، میتونیم اسمتون رو بنویسیم برای این کامل تاشه. my name is آرش. خب بچه اینی که برام نوشت my name is آرش. خب بچه رو تبلیغ. خب بریم برای ادامه برنامه.
خب بچه من توضیح کوتاه بدم. خب توضیح کوتاه. خب توضیح کوتاه. چیزی که کاربر تایپ میکنه داخل متغیر name قرار داره یا قرار داره که نه ذخیره می شود. می شود. خب سپس بچه اینی که دارم میگم و داریم می نویسیم دیگه، خیلی مهمه. print چاپ میکنیم. آب میکنیم. چاپ میکنیم. ای بابا چه بندش کرد. خب دوباره بچه این جلسه سوممون بیشتر نوشتنی، یعنی کد نویسی نیست، بیشتر و تو دفترتون، یعنی همه رو باید تو دفترتون بنویسیم ولی بیشتر نوشتنی، کد زنی نیست. خب این توانیم عدد هم بگیریم ولی فعلا فقط متن. خب بچه حرفم پس میگیرم، انگار بازم باید براتون بنویسم. خب این نویسیم سیتی مساوی اینپوت اسم شهر تو چیه؟ What is your city name؟ سیتی رو اشتباه نوشتیم. What is your name؟ مساوی با فلان. بچه رسید تو اینجا برای اینکه جذاب تر بشه اینجا میتونه بزن این اینجا میدونه از اینو میساریم. خب خب بچه ها اینی که میگم تکلیفتونه. یه دونه تکلیفت بنویسید.
که اول نیمتون رو میگیره، یعنی اسمتون رو با اینپوت می نویسید، بعد نام شهرتون رو، مثل همین کاری که من الان کردم. خب بچه یه دونه عکس از این بگیرید اگر لازم دارید. کلا جلسات بگیرین که چیزی اگر پارت قبل رو ندیدید بتونید بگیرین و جلسه اول. خب بچه ممنون که تا آخر این ویدیو رو با ما همراه بودید. امیدوارم ویدیو براتون سودمند باشه. تا باشید لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله هم روشن کنید. اگه پارت بعدی رو جلسه بعدی رو براتون گذاشتم زود مطلع بشید و چیزای خوبی یاد بگیرید. تا ویدیو بعد، بدرود.